چند ساعت پیش در مرز چین با قرقیزستان یک زلزله بزرگی اومد که الان از فوریت گذشته دیگه، ولی من بخوام درست بکنم هم به خاطر اطلاعات عمومی هم و مسائل جغرافی و اینا چیز خاصی درونش نیست، کسایی که زیاد براش مهم نیست این موضوع چیز خاص نیست، به چیزای دیگر رو ببینید. اما یه چیز جالبه بود، اینو یه چیزی هست در یکی از پلتفرم‌های خارجی من هستم اسم خبر فوری مهم، اونجا این ویدیوها رو گذاشته بود، الان کامل پخش می‌کنم. بعد افرادی اومده بودن گفته بودن که یه جاش گفته که در آلماتی مردم ریختن تو خیابون. موزیک داره کم میکنم که یوتیوب به اشکال نخوره. اگه یوتیوب دارید میبینید کانال جدید درست کردم مخصوص خبرهای فورن چیزی ترند فوری جهان. بعد افراد در من کامنتشو باز نمیکنم دیگه گفته بودن مثلا ای ادمین بی سواد، آلماتی برای قزاقستان مثلا، چون نوشتی مثلا قرقیزستان. این برای من جالب شد. حالا بعد به شما هم نقطه دقیقش رو به شما نشون میدم. حالا برای خالی نبودن عریضه بزرگترین زلزله تاریخ رو هم به شما اطلاعاتش خواهم داد. خب ببین آقا جان، این زلزله در کجا اتفاق افتاده؟ این یه سایت جدیدی من پیدا کردم، در لحظه زلزله های بزرگ جهانی رو اعلام میکنه. اینا پلیت ها و شکستگی ها و گسل هاست و اطلاعات خیلی خوبی داره. این زلزله که ما داریم درش صحبت میکنیم در مقیاس 7 ببخشید 8 نداشتیم مثلا اخیراً، در مقیاس 7 همین چند ساعت پیش اینو نگاه در اینجا بوده، دقیقاً نقطهش اینجاست. من پیدا کردم میشه در استان ژانگ غربی چین که میشه در جایی که هم مرز هستن کشور قرقیزستان و چاینا. حالا زلزله به بزرگی 7 در عمق 10 این فاصله آلماتی رو مشخصه که میلرزونه. خب گرفتی؟ یعنی این زلزله که حتی در اینجا من دیدم که یک سایتی بود برای هند بود کوش، حتی در هند هم حس شده. این نقطه‌ای که این زلزله اومدم اینجاست، نقطهش اینه. آقا نقطه زلزله 10 ریشتریه، 7 ریشتری در عمق 10 امشبه. این نقطهش این نقطه نوشته که این طول عرض جغرافیاییش هست، اگه تبدیل به اینجاست. و تصاویر این خانم‌ها رو من چیز کوچیک بکنم که آپارات اشکال نگیره. ببین اینجا این نقطه کانون این زلزله اینجاست، در دامن یک کوه در غرب شمال غربی کشور چاینا، استان ژینگیانگ. یه اطلاعات کلی هم میگن ترکستان، اگه شنیدید اینجاست. ترکستان که میگن چینیایی‌ان که مثلا در مثلا این مناطق هم بودن همین اواخر، نمیتونم اشاره بکنم. اینجاست ترکستان. ازبکستان پس میشه مرز، ترکستان میشه مرز بین قرقیزستان و ازبکستان شمال تاجیکستان. خب بعد آلماتی پایتخت قزاقستان هست که فاصلش با این کانون زلزله خیلی کمه. پس این کانال خبر فوری درست نوشته بوده این مطلب و از اشتباه مثلا ادمینی و اینا نبوده. اوکی، حالا فیلماشون رو ببینیم. یه من حواسم نبود که داخلش ممکنه یه جوری میارم جلو، بذار خودم این بر روسی هم دیگه، کالچرشون روسیه. این هم مردم ریختن. این جالب بود که داشتن با سرعت از پله ها پایین می اومدن. ولی نظم و ترتیب جالبی داشت. این 4 تا ویدیو هستش. حالا اینم کانونشه و همونطور که میبینید من پیدا کردم ژینگژانگ شرقی غربی ببخشید جنوبی، نمیدونم پس چرا این غربه، نمیدونم چینیه دیگه، چینی ها همه چیزش عجب غریبه. خب دیگه برای خالی نبودن عریضه گفتم. ها ببینید کن من ژینگژانگ استان در هند هم حس شده بوده رو گفتم که دیگه میمونه چی؟ والدیویا بزرگترین زلزله تاریخ بشره که به سال ما میشه سال 40 مثلا 39 اتفاق افتاده، بزرگی 9.5 و 10 دقیقه زمین میلرزیده. اینو میتونید بخونید زمین لرزه 1960 والدیویا در شیلی میبینید یه نوار باریکیه در منطقه غرب پایین ترین جای آمریکا، قاره آمریکای جنوبی، پر از فرآیندهای کوهزایی خیلی اتفاق میفته.
یه خورده برترش هم که مثلا هاوایی و اینا اون بالا در دل اقیانوس آرام و این منطقه شیلی، اگه شما برید نقشه‌هاش رو ببینید، زمین پر از تب و تابه. پس آخرین زلزله بزرگ تاریخ که ما ازش اطلاع داریم در مقیاس 9.5 ریشتر بوده سال 39 که 10 دقیقه زمین میلرزیده و در یک منطقه روستایی بوده غالبا و خیلی اطلاعات جالبی در موردش هست. خودتون میتونید بیشتر باش آشنا شید. خب همین بود. اینو اومد و دیر متوجه شدم. خب این سایت جالبه. یه سایتی ما خودمون در ایران داریم، مال مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران. اون سایت تو فقط مثلا مال ایران و اطراف ایران رو نشون میده که چه زلزله‌ای هست. اما اینی که من اخیراً پیدا کردم، امشب پیدا کردم، اینه. اسمش از earthquake.usgs.gov. این مال یه چیز رسمی مربوط به همون کشور آمریکاست که زلزله رو بررسی میکنن و نشان میدن به صورت آنلاین و این نقاط، این چون تیکاشو میتونید بذارید، 4-5 تا تیک داره. ببینم اینجا میتونید پاپولیشن، جمعیت، این تمام ساختار بهش میگن زمین ساخت ورقی، پلیت هایی که روی سطح گوشته زمین در حال تکون خوردنن و به هم کنار هم حرکت میکنن و اینجا آنلاین بیشتر نشون داده و اینجا که میدید هنده و شما میتونید انتخاب بکنید که آپدیت داره اینجا در لحظه. اینجا من چند ثانیه وایسادم، این قسمت پایین آپدیت میاد. این مثلا که 16 و در عمق 16 ساعت 2:23 الان چند 3 دقیقه. این مثلا کجا بوده؟ همون چاینا، همون جایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. 20 دقیقه پیش دوباره زلزله اومده 4.5. ببین آپدیتت نکن، همین الان اومد قسمت پایین تا این ور میتونید ببینید. یه لحظه اومد قطع شد. همین اینه 4.5 در عمق 16. همین نقطه‌ایه که امشب خیلی فجیع بود. میشه ببینید رنگیه. خب یه مادرشو میتونید بنویسید و برید داخلش. هر کی پیدا نکرد بگه در کامنت ها بذارم. پلیتا رو داره، این هر لحظه آپدیت میشه. خب اسمش هم که گفتیم و این پلیت عربستان همونجوری که میبینید. بذارن یه خورده دیر اینترنتتون باید قوی تر باشه از اینی که من دارم. یه پلیتی هست، یه صفحه‌ای هست، صفحه عربستان. همین که میبینید هنده. ببینید یه مقدار شلوغ هم هست. این نمیتونم زیاد زوم بکنم چون چیز نمیشه، ریلود نمیشه. این پلیت عربستانه، اینجا همین یمن و ایناست، میخواد پاپولیشنش بالا. پلیت عربستانه. این پلیت با پلیت بالا، این بهش میگن یوراسیا، با هم مدام تقابل دارن. حالا صفحات یا دور شوندن یا نزدیک شوندن یا در امتداد لغزن. در مورد گسل ها همین هست. مدام اینجا میتونه معرض اتفاقات این چنینی باشه. حالا در سطح جهان هم متفاوته ها، این که چه جایی مثلا چه اتفاقاتی میفته. همچنین گفتم در هاوایی به خاطر نقطه داغی هست در یک جای داخل زیر پوسته زمین که به یک دلیلی داغه، به خاطر فشار و اینا. اونجا به اون دلیل زلزله میاد که تو ژاپن و اینا هم زیاده. تو منطقه خودمون به خاطر لغزش. یه اطلاعات اضافی هم بدم. اروپا علت این که زلزله دیگه نمیاد چون زلزله‌هاشو قدیم اومده. تو ژاپن اینا تازه داره زمین فعالیت‌های جدید میکنه. پس فکر نکنید اروپا اینا همیشه اینجوری بوده که توش زلزله نیاد. فعلا همین متوقف کنم، برم به اتفاقات مهمی که داره میفته به اونها بپردازیم. فعلا خدا نگهدار.